خب شما ساعتش رو بی زحمت پس برای من 5 تا 7 مثلا اون موقع باید باشه. 5 تا 7 رو میتونیم جلسات بعدی رو فیکس کنیم اگر حالا و موردی که هست فقط باید جایی باشه که اگر ترجیحاً سایت دانشکده باشه خیلی بهتر هست. شما قرار هست بعد از چند جلسه دیگه کم کم وارد محیط عملی کار بشیم و در اونجا خب نیاز داریم که همراه با ما در واقع جلو برن دوستان. اسلاید ها رو من الان پخش رو زدم، نمیدونم دوستان اسلاید ها رو میبینن یا نه. پس خانم نجفی بی زحمت این رو حالا صحبت کنید. اگر همون روز دیگه هم ببینید چهارشنبه که نمیتونم چون کلاس دیگه هست و نکته دیگری که هست یا سه شنبه اگر باشه که خیلی بهتر هست. دوشنبه هم 5 تا 7 باز دوشنبه هم حالا میتونید دوشنبه یا سه شنبه 5 تا 7 اگر باشه میتونیم کلاس ها رو در اون تایم برگزار کنیم. خب به هر حال حالا وقت جلسه امروزمون رو شروع میکنیم. دوستان یه بار دیگه فقط به من فیدبک بدن که هم اسلاید ها رو دارن، صدای من هم واضح هست خدمتشون. ما بحثمون رو آغاز کنیم. اوکی مرسی. خب سلام عرض ادب مجدد خدمت دوستان بزرگوار. جلسه سوم بحث مرتبط با طراحی و اجرای مقالات سیستماتیک ریویو و متا آنالیز رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه ما در جلسات پیش درباره یک سری کلیاتی صحبت کردیم که اصلا مقالات مروری سیستماتیک ریویو و متا آنالیز به چه شکل هستن، چه تفاوت‌هایی با مقالات نریتیو دارن و خدمتتون عرض کنم که یک سری تعاریف رو با هم دیگه مرور کردیم. در جلسه امروز یک بحث بسیار مهمی رو صحبت خواهیم کرد و این بحث در ارتباط با این هست که خب اوکی من میخوام یک مقاله مروری نظاممند و متا آنالیز رو طراحی کنم. من در واقع به چه شکلی باید این کار رو انجام بدم و مورد بعدی این هست که من اگر بخوام یک مقاله مروری نظاممند و متا آنالیز رو که قبلا کار شده بیام و ارزیابی کنم، چون ما جلسه پیش گفتیم که صرف این که قبلا یک سیستماتیک ریویو و متا آنالیز چاپ شده باشه نمیتونه دلیلی بر این باشه که ما این کار رو انجام ندیم. گفتیم ما اتفاقا یک از راه‌های خوبی که میتونیم برای پیدا کردن موضوع جدید استفاده کنیم اینه که مقالات متا آنالیز قبلی رو بریم و مطالعه کنیم، نقاط ضعفش رو شناسایی کنیم و ببینیم که اصلا کاری که قبلا انجام شده در چه سطح هست و اگر طبیعتا ایرادهایی بود و ما یک اصطلاحی رو جلسه پیش گفتیم تحت عنوان مزیت‌های نسبی. گفتیم اگر دیدیم که ما میتونیم کاری رو انجام بدیم که کار ما نسبت به مقالات قبلی حتی اگر مقاله‌ای باشه که همین 2 روز پیش چاپ شده باشه آیا کار من میتونه یک مزیت نسبی داشته باشه نسبت به کارهای قبل یا نه، و اگر این شرایط وجود داشته باشه من میتونم خدمتتون عرض کنم که یک متا آنالیز جدید رو بیام و طراحی کنم. خب وقتی که ما میخوایم مقالات قبلی رو بیایم و ارزیابی کیفیت کنیم طبیعتاً یکی از مهمترین نکته ها بحث این هست که اصلا کیفیت این مقالات به چه شکل هست، کیفیت کارهای قبلی به چه شکل هست. من حالا دوستان می نویسن، بعضی از دوستان که اسلاید ها رو ندارن
من هی به شک میافتم که اسلایت ها برای دوستان دیگر هست یا نه. خب اوکی. پس ما در واقع یکی از بحث‌های بسیار مهم این هست که اصلا ما چرا میگیم که یک مقاله سیستماتیک ریویو و متاآنالیز باید کیفیت مناسبی داشته باشه و اصلا مفهوم کیفیت متدولوژیک در مقالات متاآنالیز و مرورهای سیستماتیک به چه شکل هست و چه مفهومی رو داره. خب وقتی بخوایم به این سوال پاسخ بدیم 2 نکته حائز اهمیت هست. نکته اول این هست که طبیعتاً هر چقدر یک متاآنالیزی با کیفیت بالا و با کیفیت متدولوژیک بالا طراحی بشه، همانند خیلی از مطالعات و پژوهش‌های دیگر خب نتایج معتبرتری خواهد داشت. نتایج در واقع معتبرتر باشه، من میتونم این مقاله رو در ژورنال معتبری هم سابمیت کنم و اکسپت بگیرم ازش. شما ممکن یک موضوع یکسان رو سرچ کنید در پایگاه‌هایی مثل پابمد، ببینید که یک مقاله اومده، یک مقاله سیستماتیک در ژورنال با ایمپکت به عنوان مثال 10 چاپ شده، دیگری اصلا در ژورنال اسکوپوس چاپ شده و اصلا نتونسته در ژورنال‌های ISI چاپ بشه. خب تفاوت در چی هست؟ تفاوت در این هست که خب هر تیمی با چه کیفیت متدولوژیک اومده و کار رو انجام داده. مورد بعدی این هست که و نکته بعدی این هست که کیفیت یک مطالعه متاآنالیز بسیار مهمتر از یک پژوهش اولیه هست، چون شما اگر یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز با کیفیت متدولوژی بالا رو طراحی کنید، طبیعتاً نتایجتون بسیار با ارزشتر خواهد بود. ما در جلسات قبلی گفتیم که یکی از ویژگی‌های خوب متاآنالیزها این هست که این مطالعات اگر کیفیت خوبی رو داشته باشن، نتایجش میتونه وارد گایدلاین ها بشه. خب طبیعتا هر چقدر مطالعه من با کیفیت تر باشه، میتونم این امید رو داشته باشم که اصلا در رفرنس ها مورد استفاده قرار بگیره، در گایدلاین ها مورد استفاده بگیره و ارزش نتایج من بسیار بالاتر خواهد بود. خب پس بحث و مفهوم کیفیت متدولوژیک از این جهت برای من بسیار حائز اهمیت هست. و نکته بعدی که بسیار مهم هست دوستان عزیز، به این نکته توجه کنید که ما الان حدوداً شاید بین 15 تا 20 سال هست که از پویش مطالعات مرور سیستماتیک گذشته، حدوداً شاید 2 دهه و یه مقدار بیشتر در برخی از فیلدها. خب نکته ای که هست طبیعتاً در روزهای اول و در سالهای اول شاید یک متاآنالیز با هر کیفیتی هم نوشته میشد، خب در ژورنال ها مورد پذیرش قرار می گرفت، چاپ می شد، چون مقالات جدیدی بودن. خیلی از داورها هنوز دقیقاً با متدولوژی این مقالات آشنا نبودن، به خاطر همین هم داوری های آسونی انجام می شد و شانس پذیرش بالا می رفت. اما امروزه طبیعتاً دیگه بعد از این همه مقالات متاآنالیزی که در دنیا داره چاپ میشه، اگر شما نتونید یک کار با کیفیتی عرضه کنید، طبیعتاً ژورنال ها حاضر به چاپ این مقاله نخواهند شد. و نکته‌ای که هست اینه که الان بسیاری از داورها و داورهایی که برای ژورنال های مختلف داوری انجام میدن افرادی هستن که در این حوزه اکسپرت هستن. پس اگر شما کارتون ایراد متدولوژیک داشته باشه، این داورها کاملا اونها رو شناسایی میکنن، میتونه باعث ریجکت مقاله بشه یا باعث ماژور ریویژن های خیلی سنگینی بشه که خب باعث بشه که شما نیاز باشه که یک ریوایز بسیار سنگینی رو روی کارتون بیاین و انجام بدید تا قابلیت چاپ مجدد رو این مقالتون داشته باشه. نکته دیگری که وجود داره، خب من برگردم به اسلاید ها. خب به همین دلیل هم من همیشه وقتی که در مورد
در مورد مقالات سیستماتیک ریویو و متاآنالیز صحبت میکنم، این مقاله‌ای که ژورنال در واقع امریکن ژورنال آف گاسترونولوژی چاپ کرد، این در واقع یادم میاد که در این در واقع مقاله اومده بود گفته بود که سیستماتیک ریویو ها رو در واقع سیستماتیک ریویو رو تشبیه کرده بود به یک فیلمی که در واقع در دهه اگر اشتباه نکنم 1990 اومده بود پخش شده بود و گفته بود که سیستماتیک ریویو میتونه سیستماتیک ریویو با کیفیتی باشه، میتونه کیفیت نامناسبی رو داشته باشه و یا حتی افتضاح باشه و اومده بود در این مقاله کاملا توضیح داده بود که صرف این که شما بگید من یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز انجام میدم کار خیلی شاقی نیست و کاری نیست که شما دیگه در سال 2025 بگید که بله من یک فرد متمایزی هستم نسبت به پژوهشگران دیگر چون من توانایی انجام یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز رو دارم، مخصوصا با روی کار اومدن هوش مصنوعی و موارد دیگر که خب باعث شده که خیلی از کارها دیگه مثل اون گذشته زمانبر نباشه و طبیعتا امروزه دیگه فردی میتونه متمایز باشه که این مقالات رو با کیفیت بالا، با کیفیت به اصطلاح های کوالیتی میاد انجام میده و محصولی رو ارائه میده که بتونه به یک نالج گپ یا ریسرچ گپ پاسخ بده. ما همیشه میگیم که من در جلسه اول هم گفتم هدف از انجام یک مرور سیستماتیک ریویو و متاآنالیز این هست که به یک نالج گپ پاسخ بده، یعنی یک موردی که در پژوهش هنوز بحث در موردش هست، نه حکایت اون باشه که از کرامات شیخ ما این است که شیره را خورد و گفت شیرین است، که بگه که بله من هم حالا اومدم یک مقاله رو منتشر کردم. این حکایت همون مقالاتی میشه که شما میبینید که 1 سال 2 سال هست پژوهشگر هر ژورنالی میفرسته، 2 روز بعد، 1 ماه بعد، 2 ماه بعد ریجکت میشه و کیفیت لازم رو برای اون کار مشخص این کار نداشته. پس این در واقع کیفیت بسیار برای ما حائز اهمیت هست و این که اصلا بیایم صحبت کنیم در مورد این قضیه که آقا چه دلایلی باعث میشه که ما در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز نقاط ضعف بیاد پیدا بشه. این ریشه و این دلایل وجود نقاط ضعف در مطالعات سیستماتیک ریویو و متاآنالیز شامل چه مواردی هست؟ چند تا دلیل برای این قضیه وجود داره. یکی از دلایل اولیه و اصلی این هست که عدم توجه کافی بست جامعیت در جستجو. خب این یعنی چی؟ ما در جلسات سرچمون اینا رو کامل با هم دیگه کار خواهیم کرد که در تمام این دیتابیس ها فرآیند سرچ باید به چه شکل باشه، ولی من جلسه اول یا جلسه دوم یک موضوعی رو مطرح کردم، گفتم که متاآنالیزی با ارزش هست که سرچش حداقل در 4 الی 5 تا دیتابیس انجام شده باشه. خب ما در جلسات سرچمون اینا رو انشالله اگر عمری باشه صحبت خواهیم کرد که ما یک سری دیتابیس ها جنرال داریم مثل پابمد، مثل اسکوپوس، مثل وب آف ساینس، مثل اینبیس که اینها دیتابیس ها جنرال هستن. همچنین ما خب یک سری دیتابیس های اختصاصی هم داریم مثل اریک، مثل سایکینفو، مثل در واقع سینهال، مثل خدمتتون عرض کنم کاکرین لایبرری، مثل پروکوئس. خب این که پژوهشگر فرایند سرچ رو و شما میدونید که دوستان این دیتابیس ها یک در واقع مشابهت هایی با هم دیگه دارن، یعنی همپوشانی با هم دارن و در عین حال تفاوت هم با هم دیگه دارن. یعنی اگر شما یک سرچ یکسان رو در پابمد انجام بدید و در اسکوپوس هم انجام بدید، خب تعداد مقالاتی که اسکوپوس برای شما میاره معمولا بیشتر از پابمد هست. دلیلش چی هست؟ یکی از دوستان میتونه دلیلش رو بر من بنویسه؟ یه مقدار مشارکت دوستان رو هم داشته باشیم. خیلی کلاس هامون دیگه جوری نباشه که فقط من صحبت کنم، نظرات دوستان رو هم داشته باشیم. چرا ما در واقع در دیتابیس ها
تعداد نتایجی که با یک سینتکس یکسان برای ما میاره متفاوت هست. یعنی اگر شما یک استراتژی سرچ یکسان رو در پابمد، اسکوپوس، وب آف ساینس و این بیس ران کنید، نتایج تعداد مقالات متفاوت هست. این تفاوت ناشی از چی هست؟ دوستان نظری دارن که دقیقاً ببینید، خب ما در هر دیتابیس مجلاتی که ایندکس میشن با همدیگه متفاوت هست. شما الان هر مجله ای رو، مجله علمی رو، همین مجلات ایرانی رو هم اون قسمت ایندکسینگش رو برید نگاه کنید، مشاهده میکنید که نوشته مثلا این ژورنال در این دیتابیس ها ایندکس شده، مثلا می نویسه در اسکوپوس، نمیدونم در فلان، در وب آف ساینس، در ESI، نمیدونم گوگل اسکالر و الی غیر. خب طبیعتاً یا مثلا پابمد، خب طبیعتاً وقتی که یک ژورنالی مثلا در پابمد ایندکس نشه اما در اسکوپوس ایندکس بشه، دیگه شما وقتی که اون مقاله رو سرچ میکنید، مقاله‌ای که در پابمد ایندکس نشده، پابمد برای شما در نتایجشون رو نخواهد آورد. طبیعتاً ما همیشه ترتیبمون هم این هست که یادتون باشه دوستان، معمولاً گوگل اسکوپوس تعداد بسیار بالاتری مقاله نسبت به پابمد و وب آف ساینس میده، به خاطر اینکه تعداد ژورنال هایی که در اسکوپوس ایندکس میشن بالاتر از ژورنال هایی هست که مثلا در وب آف ساینس، این بیس یا پابمد ایندکس میشن. به همین خاطرم هست که مثلا شما اگر یک مقاله مروری سیستماتیک ریویو و متاانالیز رو ببینید که فقط اومده در پابمد و وب آف ساینس سرچش رو انجام داده، خب این مشخصه که این مقاله ممکنه یک سری از مقالات اولیه رو از دست داده باشه و یعنی استراتژی سرچش کامل نبوده. من جلسه پیش یک فلوچارت خدمتتون نشون دادم، گفتم که این مراحل باید پشت سر هم انجام بشه. پس یکی از دلایلی که باعث میشه یک متاانالیز کیفیت خوبی نداشته باشه این هست که اون متاانالیز جامعیت جستجو نداشته، یعنی نتونسته یک سرچ جامعی رو حداقل در 4 الی 5 دیتابیس کامل انجام بده. ما همیشه در جلسات سرچمون هم خواهیم گفت که شما مثلا در خیلی از رشته ها ما علاوه بر دیتابیس های اختصاصی یک سری دیتابیس های اسپسیفیک هم داریم. مثلا در رشته های داروشناسی، داروسازی و رشته های مشابه، این بیس یکی از ضروری ترین دیتابیس ها هست که حتما باید سرچ بشه، چون معمولا این دیتابیس در حوزه دارو بسیاری از مقالات رو و ژورنال ها رو میاد و خدمتتون عرض کنم که ایندکس میکنه. پس این کار باید انجام بشه تا و مثلا اگر شما میبینید یک متاانالیزی چاپ شده ولی در قسمت استراتژی در متد ننوشته که من این بیس رو هم جستجو کردم، این یک ایراد اساسی برای مقاله هست و شما میتونید این رو در اون قسمت ایرادهای مقاله بنویسید. مورد دوم چی هست؟ مورد دوم اون اصل garbage in garbage out هست. یعنی چی garbage in garbage out؟ ببینید میگه که ما در متدولوژی یک اصطلاح داریم، میگه که اگر شما ورودی پوزش میخوام از دوستان آشغال باشه، یعنی یک چیز بیکیفیتی باشه، خروجی شما هم چیز به درد بخوری نخواهد شد و خروجی شما هم از همون جنس بیکیفیت خواهد بود. این حکایت همون مقالات متاانالیز هست که ما میبینیم. یعنی خیلی وقتها پژوهشگر چون اطلاعاتی که از مقالات اولیه استخراج میکنه کیفیت لازم رو نداره، خروجیش هم یک مقاله متاانالیزی میشه که هیچ کیفیتی نداره و فردا ژورنال های سطح بالا رو که میفرسته، خب ایرادهای خیلی زیادی میگیرن و این باعث میشه که شانس اکسپت در ژورنال های بالا و ایمپکت بالا بسیار کاهش پیدا کنه.
پس این اصل هم برای ما بسیار مهم هست. اصل بعدی این هست که عدم توجه به بحث Risk of Bias Assessment هست. Risk of Bias Assessment رو من در اون فلوچارت یک بار خدمتتون گفتم که ما یکی از مهمترین مراحل طراحی و اجرای یک مقاله سیستماتیک ریویو و متاآنالیز این هست که کیفیت مطالعات رو از نظر متدولوژیک بیایم و بررسی کنیم، مطالعات اولیه رو، و این رو بیایم در مقاله خودمون هم گزارش کنیم. یعنی اگر من در متاآنالیز خودم 10 تا 15 تا 20 تا مقاله وارد کردم، من باید همه این 20 تا مقاله رو با یک ابزار استاندارد ارزیابی کیفیت کنم و بعد در بخشی از قسمت نتایج مطالعه خودم بیام اشاره کنم که از 20 تا مطالعه من 3 تاش های کوالیتی بودن، 4 تاش مادریت کوالیتی بودن، 6 تاش لو کوالیتی بودن. حالا در جلسات بعدی خواهید دید که این اهمیت این طبقه بندی بر اساس کیفیت بالا و پایین در چی هست و چه کمکی به پژوهشگر میکنه تا یک مقاله با کیفیت رو تولید کنه. پس خیلی وقتا شما متاآنالیز هایی رو میبینید که من همین 2 هفته پیش یا هفته پیش بود که یکی از دوستان یک مقاله رو پیش من آورده بود که خب از ما میخواست این رو یک ارزیابی کنیم. من اولین چیزی که نگاه کردم گفتم شما در این متاآنالیز ارزیابی کیفیت انجام ندادید؟ گفت که نه استادم گفته که حالا خیلی نیاز نیست که برای این کار. گفتم خب اگر این رو انجام ندید شما حداقل از مجلات Q1 و Q2 اینا رو دیگه نفرستید مقالتون رو، چون ژورنال های این سطح بدون وجود ارزیابی کیفیت اصلا مقاله شما رو چاپ نمی کنن، مقاله شما رو فست ریجکت می کنن. پس یکی از نکته ها همین هست که مثلا شما وقتی میرید یک مقاله متاآنالیز که قبلا چاپ شده میخونید ببینید که آیا این مقاله کیفیت خوب داره یا نه، آیا شما میتونید روی این مقاله یک متاآنالیز جدید انجام بدید. اینه که ببینید اون مقاله ریسک آف بایس اسسمنت انجام داده یا نه. اگر انجام نداده این یک ایراد برای اون خدمتتون عرض کنم که متاآنالیز هست و شما میتونید که این رو باز به عنوان یک از ایرادات این مقاله مد نظر قرار بدین. خب مورد بعدی چه هست؟ مورد بعدی و ایراد بعدی این هست که خیلی وقتها مطالعات متاآنالیز بحث انتخاب رویکرد مناسبی برای متاآنالیز رو این اصل رو بهش توجه نمی کنن. من جلسه پیش فکر می کنم که در کلاس شما بود یا در یک دوره دیگر بود که گفتم که ما یک اصلی در متدولوژی داریم تحت عنوان اصل سیب و پرتقال. یعنی چی؟ میگه که خیلی وقتا شما در متاآنالیز مطالعاتی رو میبینید و مقالات متاآنالیزی رو میبینید که میان این اصل سیب و پرتقال رو یعنی در واقع با این اصل اشتباه جلو میرن. یعنی به قول معروف ما در متاآنالیز هیچ وقت نمیتونیم سیب و پرتقال رو با همدیگر بیایم ترکیب کنیم. من جلسه اولم گفتم که شما در انتخاب موضوعتون باید به نحوی باشه که حداقل در 5 تا 6 تا مطالعه اولیه پیامد اولیه شما یکسان باشه. خیلی وقتا شما میبینید که این اصل رعایت نشده و باعث شده که متاآنالیزی تولید بشه که اصلا هر مطالعه اولیه‌اش یک چیز رو بررسی کردن، جامعه متفاوت، مثلا یکی روی دیابت بوده، یکی روی نمیدونم افراد سالم بوده، یه مطالعه روی بیماران کنسری بوده، دوز مختلف، خیلی از مواردی که باعث میشه تفاوت‌های خیلی زیادی ایجاد بشه و این دوباره باعث میشه که کیفیت مطالعه متاآنالیز کاهش پیدا کنه. پس هر چقدر ما در متاآنالیز 2 تا اصطلاح داریم دوستان، اینا رو حالا جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد، علل حساب اینا در واقع در گوشه ذهنتون باشه که یکی اصطلاح داریم تحت عنوان هتروژنیته و دیگری هم داریم تحت عنوان هموژنیتی. هتروژنیته آماری یا هموژنیته آماری. هتروژنیته یعنی همین که
شما یه مطالعتون سیبه، یه مطالعتون پرتقاله، یه مطالعتون نارنگیه و اصلا همه چیز با همدیگر متفاوت هست. متاآنالیز های قوی هستن یه هموژنیته بالایی دارن، یعنی یک مداخله، اون اصل پیکو رو یادتون بیاد، پارتیسپنت ها یکی، اینترونشن یکی، آوتکام یکی، کامپریژن یا گروه کنترل هم یکی. اگر این اصل رو شما بتونید در متاآنالیزی رعایت کنید، این میتونه بسیار کمک کننده باشه. یه زمانی هست شما میگید که من میخوام اثر ویتامین ای رو روی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب بررسی کنم. ببینید الان پیکوتون به چه شکل هست، پی یا پارتیسپندتون بیماران کبد چرب هست، اینترونشنتون ویتامین ای هست، کامپریژنتون گروه کنترل هست، آوتکامتون هم آنزیم کبدی هست که اونا رو هم میاید تعیین میکنید کدوم آنزیم ها. یه زمانی هست که شما میاید میگید که بررسی تاثیر مکملیاری با ویتامین ای روی آنزیم های کبدی. خب اصل پی رو اینجا جا میندازید، میگید که اوکی دیگه، فقط هم لازم نیست که کسایی که کبد چرب دارن مطالعاتی کبد چربی ها رو بررسی کردن من وارد کنم. اگر ورزشکارم بودن آنزیم کبدی گزارش شده، اگر دیابتی بودن، اگر افراد سالم بودن، افراد چاق بودن، خانم های باردار بودن، سالمند بودن، کودک بودن، من همه اینا رو وارد میکنم. ببین چقدر تنوع ایجاد شد. خب این همین تنوع باعث هتروژنیته میشه، باعث میشه که نتایج شما قابلیت تعمیم به کل جامعه رو نداشته باشه، به اصطلاح میگن قابلیت جنرالیزه شدن رو نداشته باشه. اما اگر فقط شما روی یک گروه از بیماران کار کنید، این میتونه خب شما بگید که بله من تمام بیماران یک بیماری یکسانی داشتن، پس من میتونم نتیجه‌ام رو در گایدلاین هایی که مثلا در حوزه کبد چرب هست بیام منتشر کنم. این پس اگر رعایت نشده باشه در یک متاآنالیز، باز یک نقطه ضعف برای اون متاآنالیز هست و شما میتونید در ارزیابی اون متاآنالیز این رو به عنوان یک نقطه ضعف براش در نظر بگیرید. خب مورد دیگه چی هست؟ مورد دیگر این هست که شما یک متاآنالیزی رو میخونید و میبینید که درک نادرست از تفسیر و نتیجه گیری داشته. یعنی وقتی که محقق اومده آنالیزهای آماری را خواسته تفسیر کنه، چون آمار بلد نبوده، چون اون علم آمار رو نداشته، نتونسته به درستی تفسیر کنه. یعنی تا مرحله آنالیز درست بوده، مثل حکایت همین کارهایی که بعضی از دوستان دانشجویان ما، بعضی از حتی متاسفانه همکاران ما انجام میدن. آنالیزهای آماری رو میدن، یک متخصص آمار انجام میده. بعضی وقتا به من میگن که خب این چه ایرادی داره، بالاخره متاآنالیز یک کار تیم ورک هست، ما برای کارامون یک متخصص اپیدمیولوژی، یک متخصص آمار هم وارد میکنیم، کارهای آماری رو میدیم ایشون انجام میدن و ما بخش ریزالت و دیسکاشن و بقیه بخش مقاله رو مینویسیم. من اونجا یک توصیف بهشون دارم میگم ببین صرف انجام آنالیز ها توسط یک مشاور آمار ایراد نیست. ایراد اون جایی هست که این فرد این آنالیز ها رو به شما میده، بعد میگه که خب ریزالت رو بنویس. حتی آقا گیرم که ریزالت رو هم خودش مینویسه، میفرسته به شما، میگه یه دیگه دیسکاشن و قسمت بحث مقاله رو تو بنویس. شما وقتی نتونی آمار رو خوب متوجه بشی، نتونی تفسیر درستی مثلا OR چیه، RR چیه، ریسک دیفرنس چی هست، نمیدونم مین دیفرنس چی هست، آز ریشیو چی هست، شما تا وقتی که اینا رو ندونید، شما وقتی که از نظر آماری ندونید پابلیکیشن بایاس چی هست، خدمتتون سنسیتیویتی آنالیز چی هست، ساب گروپ آنالیز چی هست، وقتی که اینا رو درک آماری ازشون نداشته باشید، خب هیچ وقت نمیتونید که اینا رو کاغذ بیارین، بتونید این رو به درستی بنویسین. پس درسته من میتونم کارم رو بدم یک متخصص آمار آنالیز کنه، ولی خودم هم باید یک دانشی داشته باشم که بتونم اینا رو به درستی تفسیر کنم که ما
انشالله در جلساتی که برای بحث‌ها هست در مورد هر کدوم از این اصطلاحات از نظر آماری هم صحبت خواهیم کرد که اصلا از نظر مفهوم آماری این چی. پس اگر شما دیدید که این اصل هم رعایت نشده، باز این یک ایراد بزرگ برای یک متاآنالیز هست. در واقع دوستان، من تو این استپ‌ها دارم به شما این رو میگم که شما میتونید یک متاآنالیزی که قبلا چاپ شده مثل یک داور بشینید این رو نقد کنید. بگید که مثلا شما میخواد برای سمینارتون یک متاآنالیز ارائه بدید، میایید این رو میخونید، بعد مثلا یه جایی مثلا تو متد زیرش خط میکشید، میگید که مثلا متد رو اینجوری انجام میداد بهتر بودا، ریزالت رو مثلا من احساس میکنم مثلا این آنالیز رو انجام نداده، این سرچش مثلا سرچ جامعی نبوده، تفسیر نتایجش درست نبوده. این میشه یک ارزیابی نقادانه درست و شما وقتی به این قدرت برسین، بعد از مدتی خودتون حتی میتونید در واقع یک داور در این حوزه باشین. من اون روز یکی از دوستان میگفت که شما تو سال 2025 من در واقع در وب آف ساینس دیدم شما 200 تا مقاله داوری کردید برای ژورنال‌های مختلف. چجور مثلا این 200 تا مقاله اصلا وقت گفتم ببین بالاخره این شما وقتی که آمار رو بلد باشین، وقتی که متدولوژی بلد هستین، دیگه بعد از مدتی شما وقتی یک مقاله رو مثل روزنامه‌وار هم میخونید دیگه ایرادهاشو متوجه میشید. یعنی شما اگر روز اول برای داوری یک مقاله 5 ساعت نیاز داشته باشین، دیگه وقتی متدولوژی بلد باشین تو نیم ساعت وقتی که همینجوری چشمی میایید اون مقاله رو میخونید متوجه میشید که ایرادهای این مقاله در چی هست. پس و گفتم مهمترین مزیت این توانایی ها این هست که باعث میشه که شما بتونید موضوع پیدا کنید. شما تو کنفرانستون برای یک سمینار این مقاله رو میخونید، میگید که مثلا این مقاله چاپ شده، اتفاقا تو ژورنال خوبی هم بوده ولی این ایرادها رو داشته. اگر من بیام این مقاله رو دوباره انجام بدم و این ایرادها رو رفع کنم، کارم مزیت‌های نسبی داشته باشه، قطعاً ژورنال‌های معتبر هم استقبال میکنن و باعث میشن که خب کار شما هم دوباره در یک ژورنال معتبری چاپ بشه. یا حتی دوستان ما یک نوع از مقالات رو داریم بهش میگن که letter to editor، که اینها در واقع شما خیلی وقتا اگر سرچ کنید ببینید مثلا یک متاآنالیزی چاپ شده، بعد یک نویسنده دیگری اومده به ادیتور لتر زده در حد یک صفحه، اومده گفته آقا من مقاله‌ای که شما مثلا تو آگست تو مثلا ایشو آگستتون چاپ کرده بودید، تو دسامبر چاپ کرده بودید، من این مقاله رو خوندم، این مقاله این ایرادها رو داره و من اومدم این ایرادها رو براتون لیست کردم. بعد ژورنال ادیتور میاد میخونه اون مقاله رو، یعنی یک صفحه شما رو، لتر شما رو میبینه که خب ایرادهای درستی هست، میاد میگه که آقا من مثلا لتر شما رو چاپ میکنم تحت عنوان لتر تو ادیتور و میام این رو چاپ میکنم و بعد لتر شما رو قبل از اینکه چاپ کنه به اون نویسنده اصلی هم میفرسته، میگه که آقا ببین شما اومدی یه مقاله چاپ کردی، محقق ایرانی هستی، اومدی چاپ کردی، یه پژوهشگر از آمریکا اومده مقاله شما رو خونده، اومده این کامنت ها رو به کار شما گذاشته، گفته سرچ شما خوب نبوده، این ایراد رو داشته، این ایراد رو داشته. پاسخ درستی اگر داری بده که ما در پاسخ به این لتر بیایم اون رو هم چاپ کنیم. بعد شما میبینید که اون پژوهشگر هم اگر پاسخ مناسبی داشته باشه میاد پاسخش رو میده و این باعث میشه که اون نامه و پاسخ به نامه هم به عنوان یک مقاله جدا چاپ بشه. حالا شاید بگید که این خوبه یا بده. ببینید اگر این یک مورد باشه خب بالاخره قابل حل هست، ولی یه زمانی شما یک متاآنالیز چاپ میکنید پر از ایراد، یا اون داورایی که مقاله شما رو داوری کردن آدمای خیلی اکسپرتی نبودن، خیلی داوری خوبی انجام ندادن، به هر حال شانس آوردید مقاله‌تون چاپ شده، بعد محققای دیگر میان این مقاله رو میخونن، هی میان لتر پشت لتر میان به
اون ژورنال لتر میزنن که آقا این مقاله این ایراد رو داشته، این مقاله این ایراد رو داشته. بعد شما یهو میبینید که ژورنال میبینه که آقا برای یه مقاله تو 2 سال 4 تا لتر اومده. بعد این باعث میشه که اگر این لترها زیاد بشه، ژورنال بعد از مدتی میتونه مقاله شما رو ریترکت کنه، که ریترکت کردن یعنی دیگه از ژورنال به دلیل کیفیت بد، به دلیل مشکلات متدولوژی مختلف، بیاد مقاله شما رو از در واقع خارج کنه از فرایند چاپ و روی مقاله شما همیشه یک لیبلی بچسبونه در ژورنال تحت عنوان ریترکتد، که این یک ایراد و یک برچسب بسیار بد برای پژوهشگر هست. شاید شما همین چند وقت پیش در رسانه ها شنیدید که یک از پژوهشگران ایرانی در یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، خب حتی در واقع برخی از این کانال‌های خارج از کشور هم اومدن خیلی در این زمینه صحبت کردن که آقا این مثلا پژوهشگر نزدیک مثلا 40 تا 50 تا مقاله ریترکت شده داره، که حالا در واقع جزء این مواردی بود که یک بار مثلا اومده بودن لتر زده بودن افراد مختلف، بعد دیده بودن که همه مقالات این فرد این مشکلات رو داره و باعث شده بود که بعد از مدتی همه ژورنال ها حساس بشن روی کارهای این پژوهشگر و تعداد مقالات ریترکت شده بسیار افزایش پیدا کرده. حتی داشتن یک مقاله ریترکت شده هم یک ایراد و یک برچسب بسیار بد برای پژوهشگر هست. پس این رو همین قضایا رو گفتم که خدمتتون عرض کنم که ما باید در نظر بگیریم که میتونیم با این روش ارزیابی یک مقاله رو ایرادهاش رو متوجه بشیم و بدونیم که خب حالا من در واقع میتونم این کار رو مجددا ریوایز کنم و انجام بدم، و یا این کار رو در واقع نمیتونم این کار رو انجام بدم. حالا ممکنه شما دوستان سوال بپرسید. خب تا اینجا دوستان سوالی مطلبی ما همینجوری رفتیم پای در واقع منبر داریم حرف میزنیم. دوستان اگر جایی رو نیاز به توضیح هست، سوالی، کامنتی دارند بفرمایند. ما خوشحال میشیم دوستان. کلاس های ما معمولا میگم یه مقدار تعاملی هست، من خودم خیلی احساس راحتی ندارم وقتی که فقط خودم صحبت کنم، به خاطر همین خوشحالم میشم که دوستان هم مشارکت داشته باشند. کامنتی، جای سوالی، نظری حتما در واقع اگر بود، حتی نیاز بود، من میکروفون رو هم فعال میکنم که دوستان صحبت کنن. اگر تا اینجا باز نکته‌ای هست بفرمایید. نه ببینید درد سر میشه برامون، نه این قضیه خب شما این دوره رو شرکت کردید که اتفاقا خوب یاد بگیرید دیگه، خوب یاد بگیرید که از مواردی که میتونه باعث درد سر بشه جلوگیری کنید. طبیعتا شما اگر مراحلی که صحبت میشه رو درست انجام بدید، در واقع کارها رو استپ بای استپ درست جلو بیاین، وقتی کار درست انجام بشه طبیعتا هیچ فردی نمیتونه ببینید داشتن ایراد خیلی وقتها اصلا به قول معروف یا اینجوری بگم نداشتن ایراد امکان ناپذیر هست، اما اینکه ایراد در چه سطح باشه، چون شما بالاخره الان بهترین مقاله رو توسط اکسپرت‌ترین نویسنده ها هم بنویسن، طبیعتا وقتی یک فرد دیگری میخونه ممکنه یکی دو تا ایراد پیدا کنه، اما یه زمانی هست ایرادها به اصطلاح اساسی نیستن، یه زمانی هست نه ایرادها فاندامنتال هستن، یعنی ایرادهایی هستن که پایه و اساس ساختار اون پژوهش رو اومده و در واقع هدف قرار داده. طبیعتا اگر اگر ما درست یاد بگیریم، مراحل رو درست جلو بریم، هیچ وقت هم درگیر به قول معروف این ایرادها و این اشتباهات نخواهیم بود. خب بحث بعدی، خب نکته‌ای که ممکنه برای شما سوال باشه اینه که خب من بالاخره این مراحل رو
آشنایی دارم، حالا مثلا یاد گرفتم. خب من به چه شکلی، آیا یک ابزاری هست که من با اون ابزار، یک چک لیستی هست که من با اون بیام یک مقاله متاانالیز قبلی رو ارزیابی کیفیت کنم و بر اساس اون ارزیابی کیفیت بیام بگم که بله این متاانالیز خوبه یا این متاانالیز خوب نیست، کیفیت لازم رو داره یا کیفیت لازم رو نداره. خب در سالهای اخیر پژوهشگران مختلف اومدن و ابزارهای مختلفی رو طراحی کردن. گفتن که ما اگر میخوایم در مورد یک مقاله قضاوت کنیم باید هم بتونیم ارزیابی نقادانه داشته باشیم، کیفیت نگارش مقاله رو بیایم بررسی کنیم، بحث سوگرایی رو بررسی کنیم و اینکه این بررسی کنیم که آیا اون مقاله حداقل آیتم ها رو رعایت کرده یا نه. خب و اومدن چند مورد رو هم پیشنهاد داده شده. یکی از اون روش ها بحث شیوه های ساده هست، شیوه هایی که در متن برخی از مقالات به اون اشاره میشه، صحبت خواهیم کرد. بعدن اومدن در واقع در متدولوژی پیشرفت حاصل شد، گفتن که ما میتونیم مقالات قبلی رو با استفاده از یک سری چکلیست های اختصاصی ارزیابی کیفیت کنیم. این هم یک روش هست و بعدن ابزارهای ارزیابی نقادانه و پریزما و اینها هم اومدن که حالا ما یک درباره 2 مورد از اینها در جلسه امروز صحبت خواهیم کرد. ببینید یک روش اولیه که خب سابقه‌اش هم از بقیه روش‌ها طولانی تر هست، میگه که چه مطالعه سیستماتیک متاانالیزی با کیفیت هست. میگه که مطالعه با کیفیت هست که شفافیت در طراحی و اجرا داشته باشه، در اجرا و نگارش به استاندارد پریزما پایبند باشه. این استاندارد پریزما رو مفصل صحبت خواهیم کرد که اصلا چی هست یا نه، ولی به شکل خلاصه بخوام بگم استاندارد پریزما یک فلوچارتی هست که میاد همون 14 تا مرحله‌ای که ما جلسه پیش صحبت کردیم رو در حالت یک فلوچارت نشون میده و میگه که آیا این مقاله این مراحل رو مخصوصا در استراتژی سرچش رعایت کرده یا نکرده. بحث جامعیت پایبند باشه، یعنی همین که دیتابیس های مختلف رو سرچ کرده باشه. بحث کیفیت پایبند باشه، یعنی اون مقالات اولیه رو ارزیابی کیفیت کرده باشه و منابع سوگرایی رو هم توجه کرده باشه. میگه که این اگر اصل‌ها وجود داشته باشه مقاله بعد میاد در گایدلاین ها توضیح میده. میگه که شفافیت در طراحی یعنی چی؟ یعنی میگه که بهتر اون مقاله پروتکل داشته باشه. من جلسه پیش خدمتتون گفتم که دوستان ما اگر میخوایم مقاله متاانالیزی بنویسیم که در یک ژورنال با ایمپکت بالا چاپ بشه، حتما قبل از نوشتن اون متاانالیز باید پروتکلش رو هم بنویسیم. گفتیم پروتکل با پروپوزال چه فرقی داره؟ گفتیم پروتکل اساساً تمرکز بر روی متدولوژیه، یعنی میاد میگه که شما از نظر به چه نحوی میخواید این مقاله رو انجام بدید، میاد این رو استپ بای استپ مینویسه. حالا یا این رو میاد تو سامانه هایی مثل پراسپرو ثبت میکنه که صحبت خواهیم کرد در یک جلسه در مورد نحوه ثبت، و یا اینکه گفتیم حتی شما الان در جلسه پیش من نمونه‌هاش رو نشون دادم خدمتتون که مقالات پروتکل داریم که اصلا خود پروتکل رو میان به یک شکل یک مقاله چاپ میکنن. یعنی گفتیم مثلا شما میخواید اثر ویتامین ای رو روی آنزیم‌های کبدی یک متاانالیز کار کنید در بیماران کبد چرب، اول میاد میگید که خب من قرار این کار رو چجور انجام بدم، میاد میگید که من قرار این سرچ استراتژی رو استفاده کنم، میاد سرچ استراتژیتون رو کامل مینویسید. بعد میاد میگید که کدوم پایگاه ها رو میخوام سرچ کنم، میاد میگید من قرار پابمد، اسکوپوس، وب ساینس، اینبیس، گوگل اسکالر، نمیدونم سایکینفو اینا رو سرچ کنم. اینا رو میاد مینویسید. میگید که اینکلوژن کرایتریا، معیارهای ورودم چیا خواهد بود، میاد میگید که یک افراد فقط بزرگسال باشه، ویتامین ای به شکل مکمل داده بشه، نه به شکل مثلا غذا، نه به شکل مثلا تنها داده بشه، مثلا همراه با داروی دیگری داده نشه.
خانم‌های باردار رو من وارد مطالعه‌ام نمی‌کنم. مطالعاتی که خانم‌های باردار رو بررسی کردن اینا میشه اکسکلوژن کرایتریا ها، معیارهای عدم ورود. کودکان اگر باشه وارد نمی‌کنم. بعد میاد میگید اوکی، بعد میاد میگید که با چه نرم افزاری آنالیز هام رو انجام میدم. مثلا میگید با استاتا میخوام انجام بدم، با سس میخوام انجام بدم، با آر میخوام انجام بدم. بعد میاد میگید که خب روش در واقع ارزیابی کیفیت مطالعات هم چه روشی خواهد بود؟ یک از این ابزار. ببینید همه اینها رو مکتوب میکنید، این میشه یک پروتکل. بعد میاد حالا یه سریا میان زرنگی میکنن، میان میگن این رو تبدیل به مقاله میکنن، میگن که بررسی اثر مثلا مکملیاری با ویتامین ای روی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب، یک پروتکل استادی برای متاآنالیز. این رو میفرستن در ژورنال هایی که پروتکل چاپ میکنن، اونجا چاپ میشه. جلسه پیش گفتم با یک تیر دو نشون میزنن، هم دو تا مقاله انگار دارن از یک کار و هم این که وقتی که مقاله اصلیشون رو میخوان بفرستن، در بخشی از متدشون میان اون مقاله قبلیشون رو رفرنس میزنن، میگن پروتکل این کار قبلا چاپ شده. این یه جمله هستا دوستان، در دلش کلی مفهوم داره. اون داور میفهمه که این کسی که این کار رو انجام داده بلد این کار بوده، یعنی کسی بوده که متدولوژی بلد بوده، عجله‌ای نیومده یه متاآنالیز بنویسه. اول اومده پروتکلش رو نوشته، چاپ کرده و زمان گذاشته برای این کار. حکایت این دوستانی نیست که مثلا 4 روزه 5 روزه متاآنالیز سرهم میکنن و نصفشو میدن هوش مصنوعی انجام میده، نصفشو میدن فلان، بعدم میگن که به قول معروف ما متاآنالیز انجام دادیم. درسته؟ پس این در واقع از این جهت برای ما بسیار حائز اهمیت هست. مورد دیگر این هست که خب اصل پرایوری رو هم رعایت کرده باشه. پرایوری رو ما جلسه پیش گفتیم خدمت دوستان، اگر خاطرشون باشه گفتیم پرایوری یا همون اصل پیشین، یعنی اینکه شما همون اول پروتکل رو بنویسید، پروتکلتون رو ثبت کنید، بعد مقاله اصلیتون رو شروع کنید و در واقع مراحل رو استپ بای استپ جلو ببرید. بعد گفته به اصل جامعیت پایبند باشه. اصل جامعیت گفتیم یعنی همه بانک های اطلاعاتی رو سرچ کنه، حتی لیترچر خاکستری یا منابع غیر رسمی. لیترچر خاکستری یا گری لیترچر گفتیم شامل کدوم مقالات هست دوستان حضور ذهن دارم بنویسن. ما گفتیم که ما یک سری آفیشیال لیترچر داریم، همون مقالاتی هست که در دیتابیس ها ایندکس میشه، مثل پابمد، اسکوپوس، وب آف ساینس. گفتیم یه سری هم گری لیترچر داریم، بهش میگن لیترچر خاکستری. اون کدوم مقالات رو شامل میشه؟ یا حالا مقالات نه، کدوم منابع رو شامل میشه؟ دوستان حضور ذهن دارن بنویسن که گفتیم مفهوم گری لیترچر چی بود؟ گفتیم در واقع همون گزارش هایی که به شکل مقاله ممکنه در نیاد یا مقاله شده باشه اما در ژورنال ها چاپ نشده باشه. مثلا مقالات در سمینارها ارائه میشه، مقالاتی که در پایان نامه هایی که به شکل مقاله در نمیاد اصلا. خب شما ممکنه مثلا یک فرد یک پایان نامه انجام داده باشه، این پایان نامه اصلا به شکل مقاله در نیاد، یا اومده فقط یک ابسترکتی که در یک کنفرانس علمی ارائه شده. خدمتتون عرض کنم که پایان نامه هایی که گزارش هایی که منتشر میشه، همه اینها باز خودشون یک سری دیتابیس های اختصاصی دارن. حالا اگر یه محققی اومده باشه تو متد گفته باشه من نه تنها اومدم همه دیتابیس ها رو سرچ کردم، حتی رفتم گری لیترچر رو هم سرچ کردم، بنویسه مثلا رفتم سایکینفو رو سرچ کردم تا پایان نامه اگر مرتبط با رشته من مرتبط با این موضوع هست رو پیدا کنم، یا رفتم آدرس وبینارها رو سرچ کردم که ببینم اگر در کنفرانسی وبینار مرتبط با رشته من اخیراً موضوعی در این زمینه چاپ شده،
با نویسنده مکاتبه کردم، دیتاهای اون نویسنده رو هم گرفتم، ببین چقدر ارزش کار رو بالا میبره. ولی این رو حالا مقایسه کنید با متاانالیزی که نوشته که بله من فقط پابمد و اسکوپوس رو سرچ کردم، بنده خدا خیلی خسته بوده، کلا فقط 2 تا دیتابیس رو سرچ کرده و تموم شده رفته. خب آیا ارزش این 2 تا کار با هم دیگه یکسان هست؟ قطعا یکسان نیست. یکیش میشه مقاله‌ای که در یک ژورنال با ایمپکت بالا چاپ میشه، کلی بحث سایتیشن میخوره. یکیش مقاله‌ای میشه که اصلا به قول معروف هر جا میفرسته زودتر از خودش خونه برمیگرده، هر ژورنالی فرستاد زودتر از به قول معروف خودش ریجکت میشه و این در واقع کیفیت مقالات رو میرسونه که در چه حد باشه. و بعد گفته که بحث کیفیت پایبند باشه که این از کیفیت رو صحبت کردیم. و سوگرایی ها، این سوگرایی ها هم خیلی مهمه. دوستان ببینید یه زمانی هست شما یک متاانالیزی میبینید بهشون میگن متاانالیزهای سفارشی در حوزه دارو، که حالا بیشتر شما دوستانی که در این دوره شرکت کردید در دانشجویان داروسازی هستین، خب این شاید در واقع در رشته شما بیشتر دیده بشه. مثلا شما یک محقق هستین، یه شرکت دارویی بیاد به شما میگه که ببین من میخوام یه محصولی تولید کنم، مثلا میخوام یه ترکیب دارویی گیاهی جدید رو به فرم دارو در بیارم، اویدنس ندارم. چون میدونید که اینا وقتی که میخوان مجوز از وزارت بهداشت بگیرن، وزارت بهداشت یکی از مواردی که ازشون میخواد میگه که خب چه اویدنسی دارید که مثلا حالا تو کشور ما که دیدید که یه سری از شرکت‌های دارویی هر علفی که از کوه پیدا میکنن رو یه خلاصه یه دارویی ازش در میارن. من بعضی وقتا تو کلاسام شوخی میکنم با دانشجوها، میگم ما یه شرکتی داریم تو ایران تحت عنوان باریچ سانس، تو کاشان هم هست، میگم این احتمالاً با تمام چوپونهای کشور قرارداد داره یا با طبیعتگردها. میگه که آقا هر علفی، هر گیاه ناآشنایی که دیدید بیارید من ازش یه چیزی تولید میکنم، حالا یا مکمل در میارم، یا نمیدونم یه قطره ازش در میارم، یا یه پماد در میارم، یا نمیدونم یه شیاف ازش در میارم، بالاخره یه چیزی ازش تولید میکنم که با وارد و عرضه کنم در بازار. بعد هر گیاهی رو شما ببینید این شرکت بالاخره یه چیزی ازش در آورده. خب این وقتی که این میخواد در واقع محصول رو مجوزش رو بگیره، بگه که آقا من مثلا از فلان دارو، فلان ترکیب گیاهی میخوام یک دارو تولید کنم، یک مکمل تولید کنم، یک پماد تولید کنم، یک شربت تولید کنم، وزارت بهداشت اون قسمت مجوزها میگه که آقا چه اوییدنسی داری برای این کار؟ خب اون نیاز به اوییدنس داره. حالا اون وسط ممکنه که بیاد به قول معروف به یک پژوهشگر بگه که ببین مثلا تو میتونی یک متاانالیزی بر من انجام بدی، مقالات رو بیای، فقط مقالات رو یه جور داده هاش رو ازش استخراج کن که نتایج مؤثر نشون بده. اگر دیدی مقاله‌ای مثلا نتایج معنیدار ندیده، نشون نداده که این کار اثر بخشه، اون رو وارد کارت نکن، یه جور دیتا میکینگ کن، یه جور دیتا ها رو تغییر بده که نشون بده که نهایتا این کار موثره، ما بتونیم مجوزمون رو بگیریم. حالا منم در قبال اون یه مبلغی رو برای شما پرداخت میکنم، نمیدونم فردای جایگاه شغلی تو شرکت خودم برات در نظر میگیرم. اینا رو بهشون میگن در واقع در علم به اصطلاح آکادمیک بهشون میگن conflict of interest، یا به اصطلاح مواردی که میتونه باعث تغییر در نتایج بشه. و هر مقاله‌ای سوای این که شما مقاله اورجینال باشه یا متاانالیز باشه، وقتی که شما دارید سابمیت میکنید همه ژورنال ها یک آیتمی داره که میگه که آقا اونجا بیا و دیکلیر کن، اعلام کن که آیا مقالت کانفلیکت آف اینترست داشته یا نه. طبیعتا خب ممکنه شما یک متاانالیز ضعیفی ببینید که به شکل عجیب اومده همه نتایجش رو مثلا خوب گزارش کرده، حالا یا اون پژوهشگر صداقت داشته که بیاد آخرش گزارش کنه بگه که آقا این کار ساپورت شده توسط مثلا شرکت دارویی فلان، توسط فلان شرکت، فلان مؤسسه.
حالا ما بعد پژوهشگران هم این میکنن. این دیگه هنر منه در واقع خواننده هست که متوجه بشم که این مقاله آیا سوگیری داشته یا سوگیری نداشته. متوجه شدید؟ پس این هم یکی از مواردی هست که میتونه روی نتایج تغییر ایجاد کنه. من یادم هست که حالا داخل پرانتز برای اینکه فضای کلاس هم یه مقدار تغییر کنه، ما زمان تحصیلمون یکی از دوستانمون برای خدمتتون عرض کنم که پایان نامه مقطع دکتراش قرار بود که یک ترکیب گیاهی رو در بیماران دیابتی، اثر زعفران رو در بیماران دیابتی ارزیابی کنه بر روی بحث مربوط به، چون میدونید که زعفران ادعایی که حالا وجود داره اینه که یک ترکیب گیاهی شادی آور هست و میتونه از طریق تأثیری که بر روی یک سری از هورمون ها داره باعث افزایش و به اصطلاح ضد در واقع افسردگی عمل میکنه. این شرکت دارویی گفته بود که آقا من مکمل های شما را تولید میکنم، شما بیا این رو در بیماران دیابتی که گاهن شوی افسردگی در اونها بالا هست ارزیابی کن. حالا این بنده خدا هم اومده بود به قول معروف از اونها مکمل رو رایگان گرفته بود، بعد میگفت که حالا در حین انجام مطالعه مثلا دیده بود که خب اینایی که دارن این مکمل رو استفاده میکنن اکثرا گزارش میکنن که قند خونه‌شون داره زیاد میشه. یعنی وقتی دارن این مکمل زعفران رو که داخلش ترکیب فعال زعفران هست رو استفاده میکنن، قند خونه‌شون بالا میره. بعد این خب مطالعه رو انجام داده بود، تموم شده بود، خواسته بود منتشر کنه، شرکت گفته بود آقا این چه وضعشه، مثلا ما به شما حمایت کرده بودیم که شما بیاید نتایج مثبت گزارش کنید، مثلا نه که بیاید تازه بگید که مثلا مصرف این مکمل توسط بیماران دیابتی اصلا نباید استفاده کنن چون قند خونشون رو. یعنی منظورم اینه که این مدل ها گاهن ممکنه باعث بشه که پژوهشگر تحت فشار سری نتایجی رو یا اصلا گزارش نکنه یا متاسفانه گاهن دستکاری در نتایج ایجاد بشه و همه اینها ممکنه کیفیت یک مقاله رو هم تحت روش. دوستان صدای من رو دارید؟ صدای من رو دارید؟ خب دوستان دیگر چی؟ اگر یک فیدبک به من بدن که هم اسلاید ها رو دارن. خب دوستان عزیز صدای بنده رو دارید؟
یک فیدبک اگر به من بدید بابت صدا، من صدای بنده رو دارید یا نه؟ خب اسلاید ها چی؟ اسلاید ها هم دارید دیگه انشالله. اوکی، حالا امیدوارم دیگه در ادامه باز هر جا حالا قطع شد بی زحمت بنویسید دوستان که من حالا یا یک رفرش کنم. حالا الان تنها کاری که کردم رفرش کردن صفحه بود، شاید با این مورد حالا قضیه بهتر شد. عرض داشتم این رو عرض می کردم که ما امروزه دیگه با پیشرفت متدولوژی ابزارهای اختصاصی اومده که ما میتونیم با این چک لیست‌ها مقالات متاآنالیز قبلی رو ارزیابی کیفیت کنیم و بر اساس اون ارزیابی کیفیت بگیم که آیا این مقاله کیفیت لازم رو داره یا نه. اگر کیفیت لازم رو نداره من میتونم این مقاله رو مجدداً به عنوان یک موضوع متاآنالیز جدید بیام و دوباره خدمتتون عرض کنم که کار کنم و دوباره بیام در این زمینه یک متاآنالیز جدید رو بیام و روش کار کنم. خب این ابزارها چی هستن؟ یکی از معتبرترین این ابزارهای امستار هستند که شامل ابزار امستار 1 و ابزار امستار 2 هست. این ابزارها چی هست؟ اولا امستار ابریویشن چی هست؟ A measurement tool to assess systematic review، یک ابزار یا یک ابزار اندازه‌گیری کیفیت مقالات سیستماتیک ریویو که دو تا نسخه داره. نسخه یکش سال 2007 با 11 تا سوال تدوین و طراحی شد. نسخه دومش هم در سپتامبر 2017 حدوداً 10 سال بعد تحت عنوان امستار 2 با 16 سوال منتشر شد. خب که نسخه اولش امتیازها رو از 11 در نظر میگیره و نسخه دومش امتیازها رو از 16 در نظر میگیره. مثلا یک ابزار اسکور بیس طراحی کردن که شما میتونید قشنگ با اون بیاین و نمره بدین و نهایتاً بگید که این مقاله کیفیت مناسب رو داره یا کیفیت مناسب رو نداره. خب یک بار آیتم های امستار 1 رو با هم دیگه مرور کنیم. خیلی تو ذهنیت شما تاثیر میذاره این که من اصلا از کجا بدونم یک متاآنالیز با کیفیت هست یا نه. سوال یکش همین بحث پرایوری هست که مطرح کردیم. میگه که شما اگر یک متاآنالیز میخونید تو قسمت متدش نگاه کنید ببینید که اشاره کرده که اصل پرایوری رو رعایت کرده یا نه. من یک نمونه مشابه اینجا آوردم براتون. ببینید این مقاله در این قسمت متد لایک کردم نوشته که the protocol was registered in the Prospero Prospective Register of Systematic Review. گفته که ما پروتکل این کار رو در سامانه پراسپرو ثبت کردیم. آیدیش هم همین هست. یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا من قبل از اینکه این کار رو شروع کنم براش پروتکل نوشتم، اصل پرایوری رو رعایت کردم. پس برای سوال یک این مقاله گس رو میگیره. میگه که هر سوال هم اکثرا یه گس داره، یه نو داره، یه کنتنسر داره یعنی من نمیتونم تشخیص بدم، یه دونه نات اپلیکیبل داره یعنی برای این مقاله صدق نمیکنه اصلا این آیتم. خب سوال دوش چی رو میگه؟ سوال دوش میگه که آیا در واقع در این مقاله اومده و اون فرایند انتخاب و دیتا اکسترکشن رو 2 نفر به شکل مستقل انجام داده یا نه. اینجا میرسم به اون جایی که در جلسه اول گفتم که متاآنالیز یک کار تکی نیست که مثلا بعضی از دوستان فکر میکنن حالا خیلی کار شاقی کردن میگن که من این متاآنالیز رو 0 تا 100 رو خودم انجام دادم. میگم عزیزم اصلا این نه تنها یک مزیت نیست، این نشون میده که شما از متدولوژی مقالات سیستماتیک ریویو متاآنالیز هیچی بلد نیستید. چون اصل اول در متاآنالیز اینه که متاآنالیز یک کار تیم ورک هست، یعنی کاری هست که شما باید تیمی انجام بدید. در امستار هم سال دوش میاد همینو میگه که مخصوصا آیتم های استادی سلکشن انتخاب مقالات و دیتا اکسترکشن
آیا داپلیکیت انجام شده یا نه، یعنی توسط 2 نفر انجام شده یا نه. خب همون مقاله، من یه مقاله رو برای شما اومدم آیتم هاش رو هایلایت کردم، تیکه تیکه اینجا گذاشتم. ببینید اینجا نوشته که 2 تا نویسنده، این AF و GT اختصار اسم نویسنده ها هست. این همیشه در این مقاله اینجوری می نویسن، این A حرف اول اسمش هست، F حرف اول فامیلیش هست، و یعنی این 2 تا نویسنده میگه که اسکرین کردن کل مقالات رو. بعد حتی اومده چی گفته، این هایلایت سبز رو اگر دقت کنید، شما نه تنها باید در مقاله و در پروتکل یک سری از مراحل، حالا اینا رو جلسات بعد خواهم گفت به کدوم مراحل حتما باید توسط 2 نفر انجام بشه، ولی نه تنها 2 نفر باید این مراحل رو انجام بدن، بلکه یک نفر سومی هم باید باشه که اگر به نحوی بین این 2 نفر یک تفاهمی ایجاد نشد، اون نفر سوم بهشون کمک کنه. یعنی چی؟ حالا یکی از شما دوستان میگید که آقای دکتر من متوجه نشدم یعنی چی. ببینید شما دارید یک همین نقش ویتامین ای رو، من هر جلسه موضوعی رو هم میگم که با اون موضوع جلو بریم که ذهنتون کلیر باشه، یعنی بفهمیم که داریم چه مسیری رو طی میکنیم. همین موضوع ویتامین ای روی آنزیم های کبدی در بیماران کبد چرب رو تصور کنید. بعد من و خانم نجفی اومدیم داریم فرایند اسکرینینگ رو انجام میدیم. من اومدم اول رفتیم دیتابیس ها رو سرچ کردیم، 2000 تا مقاله پیدا کردیم. این 2000 تا مقاله رو الان داریم ابسترکت هاش رو میخونیم تا اونایی که به دردمون میخورن رو جدا کنیم. به شکل مستقلم انجام میدیم، ایشون برای خودش، من برای خودم. کار که تموم میشه میاریم نتایجمون رو روی میز میذاریم. خانم نجفی به من میگه که آی دکتر من تعداد از این 2000 تا مقاله 220 تا مقاله پیدا کردم که به درد خودم میخوره، به درد یعنی کار میخوره. بعد منم میام میگم که خب تعداد مقالاتی که من پیدا کردم بیشتر بود، من 300 تا مقاله پیدا کردم. بعد ایشون میگه که نه حتما شما یک اشتباهی در کاراتون داشتین، دقت نکردین، من مطمئنم که همین 200. منم میگم که نه حتما شما یک چی داشتین. خب اینجا باید یک نفر سومی باشه، اصولا اون نفر سوم هم باید اکسپرت تر از اون 2 نفر اول باشه که بیایم بگیم که آقا شما بیا به قول معروف بین ما قضاوت کن کدوم یک از ما اون جامعیت رو خوب رعایت کردیم. خب اون نفر سوم میاد مقالات من رو هم نگاه میکنه، مقالات ایشون رو هم نگاه میکنه، نهایتا یک جمع‌بندی میرسیم، یعنی اون دیساگریمنتی که بین دوتای ما یا اون کانفلکشنی که بین ما 2 نفر بوده رو این نفر سوم میاد و به نحوی حل میکنه و این باید تو مقاله نوشته بشه. ببینید هایلایت جایی که سبز کردم گفته که این disagreement regarding the در واقع بعد اومده توضیح داده که هر نوع دیساگریمنتی که در بین نویسندگان وجود داشت توسط سرد آسر نویسنده سوم که اختصار اسم و فامیلش PC هست، یعنی اسم حرف اول اسمش P و حرف اول خانوادگیش C هست، اومده برطرف شده. این رو هم باید، خب اگر من مقاله خوندم دیدم این رو نوشته، خب یس رو میگیره، اینجا امتیاز این سال رو میگیره. اگر نگرفت دوباره این امتیاز نمیگیره و این یک ایراد برای این مقاله خواهد بود. دوستان تا اینجا کلیر هست؟ یعنی همه چیزی که میگیم واضح هست؟ اگر هر جاش نیاز به توضیح هست، چون وقتی که شما سوالی اصولا میگن که 2 تا برداشت از عدم سوال میشه داشت، یکی این که همه چیز رو میفهمید، یکی کلا در واقع مخاطب اون مطالبی که گفته میشه رو دیگه out of imagine هست دیگه، خیلی خارج از اون برداشت فرد هست. به خاطر همین هم تکلیف خودمون رو بدونیم دیگه. دوستان کاملا مطالبی گفته شد متوجه شدن؟ خب خدا رو شکر که همه چی اوکی هست. خب بریم سراغ سوال سوممون. سوال سوممون چی میگه؟ سوال سوممون میگه که آیا یک comprehensive literature search انجام شده یا نه؟ میگه که آیا فرایند سرچ کامل بوده یا نه؟ بعد اومده توضیح داده که
سرچ کامل منظورش چی هست؟ گفته که حداقل 2 تا دیتابیس الکترونیک باید سرچ بشه که البته دوستان بهتون بگم که امستار کلا یک چکلیست خوشخیم هست، یعنی همه آیتم ها رو میاد حداقل ها رو در نظر میگیره، در حالی که من بهتون گفتم امروزه دیگه ژورنال های معتبر میگن حداقل 5 دیتابیس، حداقل 4 دیتابیس و ایدئال 5 دیتابیس اصلی و چند تا هم گری لیترچر باید سرچ بشه. ولی امستان میگه که خب اگر 2 تا هم بود اوکی هست، من باز میام مقاله که چاپ شده رو میام میخونم و اینجا هم و در ادامه توضیح داده که گفته کیورد ها مشترم ها هم باید در ذکر بشه که استراتژی سرچ با چه مشترم هایی انجام شده و همه سرچ باید در به عنوان یک فایل ساپلمنتری هم گزارش بشه. حالا برای دوستانی که این مفهوم رو اطلاع ندارن من یک توضیح مختصر بدم. ببینید دوستان، ما در مقالات یک سری از اطلاعاتی که احساس میکنیم که به درد خواننده میخوره، ولی به دلیل محدودیت تعداد کلمات، به دلیل اینکه نمیخوایم تعداد جداولمون زیاد بشه، تعداد شکل‌ها زیاد بشه، مقاله طولانی بشه، میتونیم به شکل فایل ساپلمنتری بیاریم، یعنی فایل تکمیلی، یعنی در داخل متن نیست اما در اون فایل کلی مقاله اگر کسی دانلود کنه هست. این در سایت ژورنال یک قسمتی برای هر مقاله هست که ساپلمنتریه، که اگر یک مقاله ساپلمنتری فایل داشته باشه اونجا فردی که میخواد به دسترسی پیدا کنه به اون میاد اونا رو دانلود میکنه. الان میگه که آقا مقاله‌ای امتیاز سال 3 رو میگیره که اولا حداقل 2 تا دیتابیس رو سرچ کرده باشه، توضیح داده باشه که از چه کیورد هایی در فرایند استراتژی سرچش استفاده کرده و توضیح داده باشه که و استراتژی سرچ کاملش رو در ساپلمنتری فایل آورده باشه. اوکی؟ خب من این مقاله الگو که آوردم، ببینید گفته که سیستماتیک لیترچر سرچ انجام شد در دیتابیس ها شامل اسکوپوس، پابمد سنترال، جهت اطلاع دوستان پاب سنترال یک بخشی از پابمد هست که مقالات با ایمپکت، یعنی ژورنال های با ایمپکت بالا اونجا ایندکس میشن و بعضی هم میان مثلا سرچشون رو محدود به پابمد سنترال میکنن. ساینس دایرکت که خب خودش یک در واقع پایگاه یک انتشارات هست، پروکوئس، ISI، وب آف نالج و این بیس. ببینید نزدیک 6 7 تا در واقع دیتابیس رو گفته. بعد اومده در ادامه گفته من از چه سرچ ترم هایی استفاده کردم. گفته که سرچ ترم ها از مقالات قبلی استخراج شده و همچنین ما مش ترم ها رو هم به کار بردیم و در این قسمت هم گفته که استراتژی سرچ در ساپلمنتری فایل هست. پس میگه که آقای خواننده، آقای داور، اگر میخوای بدونی که من از چه استراتژی سرچی استفاده کردم، من با جزئیات در فایل ساپلمنتری گذاشتم، نمیخواستم قسمت متد مقالم خیلی طولانی بشه، اینو به شکل یک فایل ساپلمنتری گذاشتم، خواستی برو از اونجا دانلود کن ببین که من از چه استراتژی سرچی استفاده. حالا دوستان یه نکته ای رو بگم، بعضی وقتا داورها برای اینکه مطمئن بشن که اون محقق سرچ درستی انجام داده یا نه، میان اون استراتژی سرچش رو کپی میکنن، میبرن داخل اون دیتابیس میندازن، بازه زمانی که محقق گزارش کرده، مثلا گفته من سرچم رو بین مثلا از ابتدای سال 1985 تا مثلا دسامبر مثلا 2025 انجام دادن، میاد در پابمد اون تاریخ رو هم انتخاب میکنه ببینه آیا این که مثلا نویسنده گفته که من از پابمد 200 مقاله پیدا کردم درست هست یا نه. گاهن داورایی که یه مقدار آدمای دقیقی باشن این کار رو هم انجام میدن، ببینن که آیا اون تعدادی که گزارش شده با تعدادی که واقعی هست به قول معروف تطابق داره یا نه. خب سوال 4 ما چی رو اشاره میکنه؟ سوال 4 میاد اشاره میکنه میگه که آیا محقق اومده خدمتتون عرض کنم که وضعیت چاپ مقالات رو هم در اینکلوژن کرایتریاهاش گزارش کرده یا نه.
بعد اومده در ادامه توضیح داده، گفته که نویسنده باید وضعیت مقالاتی که سرچ کرده رو هم میاد مشخص کنه که چه مقالاتی مد نظر بوده. باید مشخص کنه که آیا انواع خاصی از مقالات رو اکسکلود میکنه یا نه، بر اساس زبان، بر اساس تاریخ، بر اساس وضعیت. این یعنی چی؟ ببینید، میگه که آقا شما اگر دارید یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز انجام میدید یا قبلا یک محقق انجام داده و شما دارید اون رو ارزیابی نقادانه میکنید، شما باید نگاه کنید، در واقع گزارش کرده باشه که چه نوع مقالاتی رو اینکلود کرده. ما قبلا گفتیم که ما طیف گسترده‌ای از مقالات رو داریم. مقالات اولیه شامل مقالات مشاهده‌ای که میتونه به شکل کراس سکشنال یا مقطعی باشه، به شکل کیس کنترل باشه. مقالات میتونن به شکل کیس ریپورت باشن، کیس سری باشن. مقالات میتونن به شکل کوهورت باشن، به شکل کارآزمایی بالینی 2 سکور باشن، کارآزمایی بالینی 1 سکور باشن. مطالعات میتونن انیمال استادی باشن، مطالعات ممکنه روی سلول انجام شده باشه و طیف‌های دیگر مطالعات. میگه که محقق باید در پروتکلش و بعد در متد مقالش گزارش کنه که چه نوع مقالاتی رو اینکلود کرده. اگر من میگم اثر ویتامین ای روی آنزیم‌های کبدی در بیماران کبد چرب، طبیعتاً هدفم فقط مطالعات کارآزمایی بالینی هستن یا RCT ها هستن. پس من باید گزارش کنم که مقالات دیگر شامل کیس کنترل ها، کوهورت ها، کراس سکشنال ها رو من اکسکلود میکنم، یعنی وارد کارم نمیکنم. انیمال استادی ها، مطالعاتی که اثر ویتامین ای رو روی آنزیم های کبدی در نمونه های موش و رت و خرگوش و اینها بررسی کردن رو وارد کارم نمی کنم. حتی گفته که آقا زبان رو هم شما میتونید به عنوان یک معیار قرار بدید. محقق ممکنه در قسمت اینکلوژن کرایتریا بنویسه که آقا من مقالاتی رو فقط وارد کارم میکنم که به زبان انگلیسی باشه. چون دوستان داخل پرانتز یادتون باشه که بسیاری از مقالاتی که به زبان اسپانیولی، فرانسوی، چینی، چون میدونید که ما در دنیا اینجوری نیست که همه ژورنال ها فقط مقالات انگلیسی رو چاپ کنن. ما طیف گسترده‌ای از ژورنال ها رو داریم که فقط مثلا مال کشور چین هستن و فقط مقالات، ژورنال معتبری هم فقط مقالات چینی رو. ولی خب میدونیم که یک اصل در دنیا و در پژوهش هست که هر مقاله‌ای سوای زبان اصلیش باید یک ابسترکت انگلیسی داشته باشه. همین ژورنال های فارسی رو هم اگر نگاه کنید، همه مقالات که در ژورنال های فارسی چاپ میشه یک ابسترکت انگلیسی دارن. این از جهت این هست که اگر مقاله‌ای توسط یک محقق نان نیتیو، غیر کسی که اون زبان رو نمیدونه سرچ میشه، به نحوی پیدا بشه. الان مثلا شما از طریق ابسترکت یک مقاله‌ای رو پیدا کردید که اثر ویتامین ای رو روی آنزیم‌های کبدی بررسی، میرید فول تکست مقاله رو دانلود میکنید، میبینید مقاله به زبان چینی هست، مقاله اسپانیولی هست، مقاله به زبان خدمتتون عرض کنم که فرانسوی هست. بعد شما میگید که نه دیگه، من تو پروتکلم نوشته بودم که مقالات فول تکست انگلیسی دارن، پس این مقاله رو میذارم کنار و بعد اینا رو باید در مقاله در یک فایل ساپلمنتری همه رو گزارش بشه. خب اگر این حالا اصول رعایت شده بود در اون متاآنالیز قبلی، باز نمره این کار رو هم میگیره. الان ببینید اینجا این مقاله الگو که من آوردم گفته که من سرچم رو مثلا در میدلاین از سال 1000 رو مثلا از اینسپشن مفهومش از زمان شروع اون ژورنال هست تا 2015، از در این بیس از 1980 تا 31 می 2015 انجام دادم. بعد اومده چی گفته؟ بعد اومده گفته علاوه بر این من اومدم و خدمتتون عرض کنم که یک سری مقالات از گری لیترچر هم و گری لیترچر رو هم باید اشاره کنه. گفتم اون لیترچر خاکستری که شامل سمینارها، کنفرانس ها، پایان نامه ها، اگر محققی سرچ کرده باید گزارش کنه که از کدوم دیتابیس ها اینا رو پیدا کرده. مثلا تو مقاله تو متد می نویسه که من برای سرچ گری لیترچر، خب ما میدونیم که الان در چند تا وبسایت هست که اطلاعات کنفرانس های معتبر پزشکی رو میذارن.
مثلا میگه که بله من رفتم فلان سایت رو هم سرچ کردم، میاد URL اون سایت رو مینویسه. سایت اینفو رو هم سرچ کردم، پایان نامه ها رو داره، اون رو هم میاد میذار. اینا هم میشه گرفت. اگر اینا رو گزارش کرده باشه دوباره یس رو برای این سوال میگیره. خب سوال 5 این چک لیست میاد میگه که آیا یک لیستی از مقالات اولیه وجود داره یا نه؟ ببینید دوستان، در تمام مطالعات متاآنالیز جدول 1 یا همون تیبل 1 اون مقاله باید ویژگی های مطالعات اینکلود شده یا مطالعات وارد شده رو گزارش کنه. یعنی هر متاآنالیز، هر سیستماتیک ریویو باید یک جدول 1 داشته باشه که بیاد در اون ویژگی های اولیه مطالعات وارد شده رو ببینیم. مطالعات وارد شده یعنی هم مطالعات نهایی هست که ما وارد متاآنالیز میکنیم. چه ویژگی هایی؟ مثلا اسم نویسنده اول، اینکه دیزاین مطالعه چی بوده، در کدوم کشور انجام شده، سال چاپ چند کی بوده، چند نفر رو بررسی کرده، رو کدوم جمعیت بوده، نمیدونم مثلا چه متدی برای، مثلا اگر ما میگیم ویتامین ای روی آنزیم کبدی، کدوم آنزیم ها رو بررسی کرده، دوز ویتامین ای رو چند داده، چه مدت فالوآپ کرده. اینا میشه که بیسلاین کاراکتریستیک یا همون ویژگی های اولیه مطالعات رو باید گزارش کرده باشه که اگر این تیبل 1 رو اون متاآنالیز داشته باشه ما نمره رو میدیم، اگر نداشته باشه که باز نمره نخواهد گرفت. خب اینجا باز یک نمونه رو میبینید که یک متاآنالیز هست که اومده جدول 1 رو هم مثلا الان گفته که ببینید الان این ستون اول اسامی نویسندگان هست، ستون دوم کشوری هست که مطالعه انجام شده، مثلا در سعودی عربیا، ایندیا، اسلوونیا، هنگ کنگ. بعد اومده حجم نمونه رو گزارش کرده و اطلاعات دیگری که بر اساس موضوع میان و گزارش میکنن. خب سوال 6 چی هست؟ سوال 6 در تکمیل اون سوال قبلی هست. سوال 5 میگفت صرف بودن یک جدول، آیا این جدول 1 وجود داره یا نه؟ سوال دوم این هست که در واقع آیا اون ویژگی ها به شکل درستی در جدول گزارش شده یا نه؟ یعنی میگه که خب اوکی جدول داره، جدول 1 رو داره، نمره 5 رو میگیره، اما برو نگاه کن ببین تو جدول 1 همه اطلاعات لازم رو گزارش کرده که به این متاآنالیز نیاز بود. مثلا همین ویتامین ای رو اگر روی کبد چرب هست، آیا گفته مثلا کبد چرب رو با چه مکانیسمی تشخیص دادن در مطالعات؟ سونوگرافی بوده، فیبرو اسکن بوده، چه روشی بوده؟ دوز ویتامین ای رو نوشته، سن شرکت کنندگان رو نوشته، جنسیت رو گفته که مرد بودن زن بودن هر دو جنس، حجم نمونه رو گفته. اگر همه اطلاعات کافی رو گزارش کرده بود سوال 6 رو هم یس رو میگیره، یعنی امتیاز از اینجا هم میگیره. اگر نداشت امتیاز این بخش رو هم نخواهد گرفت. خب سوال 7 یک سوال بسیار مهم هست. میاد میگه که آیا یک ارزیابی کیفیت در این مطالعه وجود داره یا نه؟ ارزیابی کیفیت رو توضیح دادیم، یعنی اینکه ما با یک ابزار استاندارد اون محققی که متاآنالیز رو نوشته بیاد مطالعاتی که اینکلود کرده رو، یعنی وارد کارش کرده رو، کیفیتشون رو بررسی کنه. و ما الان دیگه ابزارهای بسیار متنوعی برای هر دیزاین وجود داره. ما برای مثلا مطالعات کراس سکشنال چندین ابزار داریم، برای متاآنالیز هایی که RCT ها رو بررسی میکنن، حتی انیمال استادی ها هم کلی ابزار داریم که این ابزارها رو به تفصیل توضیح خواهیم داد. در یک جلسه کامل این ابزارها رو خواهیم گفت ان شاء الله الرحمن. فقط نکته ای که هست، حالا اگر اون ابزار رو گزارش کرده باشه و در پروتکل هم نوشته باشه که من از چه ابزاری استفاده میکنم، ما خب این نمره رو میگیره. الان ببینید مثلا اینجا این مقاله اومده از یک ابزار استاندارد استفاده کرده که ابزار استار بیس هم بوده، یعنی هر آیتم ستاره میگیره و بعد اومده کیفیت هر مقاله رو گزارش کرده. مثلا مطالعه احمد 2004 لو ریسک بوده، یعنی کیفیت خوبی داشته، ولی مثلا مطالعه
خدمتتون عرض کنم که بنگ 2012 لو ریسک نبوده، یعنی کیفیت خوبی نداشته و اگر اون متاانالیز ارزیابی کیفیت رو گزارش کرده باشه باز نمره این بخش رو میگیره، اگر نه که نمره این بخش رو نخواهد گرفت. و حالا متدهای مختلفی که ما برای گزارش کیفیت در متاانالیز ها داریم، گاهی به این شکل فلوچارت میاییم و گزارش میکنیم و ببینید سوال 7 در واقع خدمتتون عرض کنم که عرض کردم دیگه، اون ارزیابی کیفیت هست که حالا هر ابزار یک نوع نحوه نمایش هم داره، گاهی به این شکل ستاره مثل اسلاید قبل نشون میدن، گاهی به این شکل رنگ ها نشون میدن که اون رنگ های سبز یعنی مطالعات کیفیت بالا دارن، رنگ های زرد مطالعات کیفیت متوسط دارن، رنگ های قرمز هم مطالعات کیفیت پایین دارن. اینا رو حالا انشاءالله کامل توضیح خواهیم داد، صرفا از جهت آشنایی. این هم یک مدل هست که میان دوباره به این شکل گزارش میکنن در متاانالیز ها. سوال 8 اومده چی گفته؟ سوال 8 اومده در تکمیل همون ارزیابی کیفیت گفته که آیا اون ارزیابی کیفیت مطالعات به شکل مناسبی در نتیجه گیری مطالعه استفاده شده یا نه. من اگر بخوام این رو یه مقدار توضیح بدم، ببینید دوستان اصلا ما چرا میاییم در یک متاانالیز ارزیابی کیفیت انجام میدیم؟ چون بحث جلسه امروزمون هم بیشتر همون محور ارزیابی کیفیت بود. از این جهت هست که بالاخره من جلسه اول گفتم شما وقتی یک موضوعی رو انتخاب میکنید، همین ویتامین ای روی آنزیم های کبدی در بیماران کبد چرب، یه مطالعه اولیه رو شما وارد کارتون کردید که در آمریکا با بهترین دستگاه ها، با بهترین نوع مکمل ویتامین ای، با مثلا فلان تیم قوی انجام شده، یه مطالعه هم در سودان انجام شده با کیفیت پایین. خب هر دوی اینها یه چیزی رو گزارش کردن، اما خب کیفیت نتایج طبیعتاً با هم دیگه فرق دارن. مثل این هست که شما بگید که خب دو تا به قول معروف یه دو تا چیز رو بگید که اینا مشابه هم هستن، ولی خب طبیعتاً یا مثلا دو تا لباس رو شما بگید که این دو تا لباس هر دو تا مثلا پیرهن هستن دیگه، چه فرقی دارن؟ میگه که بله هر دو تا پیرهن هستن، ولی یکیش مثلا کیفیت دوختش مثلا های کوالیتی هست، یکی کیفیت دوختش بسیار پایین هست. خب این کاملا کیفیت با هم دیگه متفاوت هست. در مورد مطالعاتی هم که ما وارد کارمون میکنیم در متاانالیز دقیقا این صدق میکنه، چون کیفیت متدولوژیک مطالعات اولیه با هم دیگه فرق داره. اگر ما اصل کیفیت رو در نظر نگیریم، نتیجه اوورالی که گزارش میکنیم سوگیری داره. یعنی ما اومدیم انگار اومدیم گفتیم که دو تا پیرن یکی هست دیگه، ما هم اومدیم همون رو تصدیق کردیم، در حالی که ما میدونیم که بله یکیشون کیفیت بالایی داره، یکیشون کیفیت پایینی داره. پس به همین دلیل هست که و حالا در متاانالیز وقتی که پژوهشگر ارزیابی کیفیت کنه میاد یک ساب گروپ آنالیز هم انجام میده، میگه که اوکی من 12 تا مطالعه داشتم که اثر ویتامین ای رو روی آنزیم های کبدی در بیماران کبد چرب بررسی کردن. نتیجه اومدم داده های این 12 تا مطالعه رو استخراج کردم، وارد یک اکسل کردم، بعد وارد نرم افزار استاتا کردم، آنالیز کردم. نتیجه کلی من این شده که ویتامین ای در دوز 400 میلی گرم میتونه سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز رو کاهش بده. این میشه اوورال ریزالت من. خب بعد میگم ولی کار من اینجا تموم نشده. من اومدم یک ساب گروپ آنالیز انجام دادم، اومدم گفتم یه بار بیام مطالعاتی که با کیفیت بالا هستن رو جدا آنالیز کنم و یک بار داده هایی که مطالعات با کیفیت متوسط و پایین بودن رو هم جدا آنالیز کنم. میام میبینم که در نتایج من تفاوت ایجاد شد. مقالاتی که کیفیت بالا دارند دیدن که ویتامین ای اثر نداره، فقط در مقالاتی که کیفیت پایین دارن دیدن که دادن مکمل ویتامین ای
اثر و این مطالعات پایین چون در اون اووراله اینا با هم دیگه جمع میشن اومده اون نتایج اون یکی ها رو تحت تاثیر قرار داده. خب پس اینجا پژوهشگر میاد چیکار میکنه؟ در اون قسمت دیسکاشن یا بحث مقاله و مخصوصا در کانکلوژن میاد کانکلوژن رو بر اساس اون مقالات با کیفیت بالا مینویسه. میگه که اگرچه، یعنی من دارم فارسیش رو میگم خدمتتون، اگرچه نتیجه کلی ما نشون داد که مصرف مکمل ویتامین ای با دوز 400 میلی گرم برای مدت 3 ماه میتونه سطح آنزیم‌های کبدی رو در بیماران کبد چرب کاهش بده، اما آنالیز ساب گروپ ما نشون داد که در مطالعات با کیفیت بالا هیچ تغییر معنیداری به دنبال مصرف مکمل ویتامین ای در سطح آنزیم‌های کبدی مشاهده نشد. پس به نظر میرسه که ویتامین ای هیچ تأثیری بر آنزیم‌های کبدی نداره. ببینید دوستان نتیجهمون چقدر تغییر کرد، چقدر متاانالیز ما از این رو به اون رو شد. اونجا من میگفتم تأثیر کرده، یه شرکت دارویی میتونه این رو در دست بگیره بگه که بله دیگه به به از فردا همه پزشکا، همه در واقع متخصصین گوارش، همه مشاورین تغذیه، همه داروسازها تو داروخونه هر کسی اومد گفت که در کبد چرب دارم چه مکملی استفاده کنم، بگم که ویتامین ای اخیراً هم یک متاآنالیز چاپ شده گفته ویتامین ای کبد چرب رو بهتر میکنه، آنزیم های کبدی رو کاهش میده. این یه نوع گزارش شد، ولی این ور میگم که نه، گفته بود کلش تاثیر داره اما مطالعات که خوب بودن، متدولوژی که قوی داشتن، گفتن بی تاثیره، پس بهتره که اصلا ویتامین ای استفاده نکنی. اصلا زمین تا آسمون فرق کرد. خب پس سال 8ش میاد همینو میگه که آیا اون مقاله اومده اون کانکلوژنش رو بر اساس نتایج های کوالیتی گزارش کرده یا نه. حالا یه زمانی هست شما یه متاآنالیز میبینید که اگر 12 تا مقاله وارد کرده هر 12 تاش هم های کوالیتی بوده، این که دیگه فبه المراد، چقدر بهتر، چقدر خوب. اما اگر این تنوع وجود داشت حتما باید این ساب گروپ بر اساس کیفیت هم انجام بده. سوال 9مون چی بود؟ سوال 9مون میاد این رو بررسی میکنه که آیا یک متد درستی برای خدمتتون عرض کنم که کامباین کردن نتایج استفاده شده یا نه. من این رو خیلی خلاصه الان بگم چون شاید خیلی حالا دوستان این رو چون اون جلسات رو هنوز صحبت نکردیم این مقدار شاید گیج کننده باشه این صحبت، ولی به طور کلی ما در متاآنالیز وقتی که میخوایم داده ها رو استخراج کنیم و آنالیز میکنیم دو مدل هست. یک مدل بهش میگن که فیکس مدل، یک مدل هم بهش میگن رندوم افکت مدل. یا بعدا صحبت خواهیم کرد. اصولا پژوهشگر باید گزارش کرده باشه که چه مدلی استفاده کرده در آنالیزش. حالا اگر این گزارش کرده باشه مثل این مطالعه که گفت من از رندوم افکت مدل استفاده کردم، یس رو اینجا میگیره. اگر نه که حالا اینکه این رندوم چی هست فیکس چی هست رو اجازه بدیم بمونه برای جلسات آنالیزمون که حالا الان صحبت کنم اصلا دیگه کاملا در واقع بحثمون به بیراه خواهد رفت. سوال 10 میاد این رو میگه که این در این چک لیست میگه که آیا اون مطالعه اثر پابلیکیشن بایاس رو بررسی کرده یا نه. خب اصلا پابلیکیشن بایاس چی هست؟ ببینید دوستان ما یک اصطلاحی داریم در آمار تحت عنوان خدمتتون عرض کنم که بایاس ها یا خطاها. چندین مدل ما خطا در آمار داریم که یکیشون سلکشن بایاس هست، یکیشون پابلیکیشن بایاس هست. پابلیکیشن بایاس میاد این رو بررسی میکنه که آیا پژوهشگر تمام نتایجی که پژوهشگر مطالعه اولیه اورجینال تمام نتایجش رو گزارش کرده یا نکرده و آیا این به شکل درستی انجام شده یا نه. که حالا ما در متاآنالیزها یک سری تست ها داریم و یک سری پلات ها داریم مثل این فانل پلاتی که در این تصویر میبینید که میاد این رو ارزیابی میکنه با یک سری تکنیک های آماری که اگر یکی از بخش های ضروری هست که در هر متاآنالیز باید
پابلیکیشن باید چک شده باشه که بگن آیا نتایج مطالعات نتایج پابلیکیشن بایاس گزارش شده یا نتایج مطالعات پابلیکیشن بایاس گزارش نشده. تشخیص مقاله کوالیتی رو الان خدمتتون میگم. پس در واقع اگر یک متاآنالیز بحث پابلیکیشن بایاس رو گزارش کرده باشه، گفتم پابلیکیشن بایاس میاد این رو بررسی میکنه که در اون مطالعاتی که من وارد کردم آیا پژوهشگر همه اطلاعات لازم رو گزارش کرده یا نه. یک تست آماری هست که میاد یک عددی رو برای ما گزارش میکنه و 2 تا نمودار به ما میده که یکی از اون نمودارها همین فانل پلات های نمودارهای قیفی هست. این نمودارهای قیفی باید در تمام متاآنالیزها باشه. اگر حالا در متاآنالیزی نبود این یک نقطه ضعف میشه، امتیاز نمیگیره. اگر بود امتیاز میگیره. حالا باز اینکه این پابلیکیشن بایاس رو ما اصلا در متاآنالیز چجور انجام میدیم میمونه انشالله برای اون جلسات آنالیز ما که دیگه با نرم افزار استاتا اینا رو خدمتتون توضیح میدیم. ببینید تشخیص مقاله هایی که های کوالیتی هستن، عرض کردم ما ابزارهای استانداردی رو داریم که این ابزارها مثلا میگیم در مطالعات مقطعی ابزار نیوکاسل اتاوا هست یا بهش به اختصار میگن ابزار NOS، ابزار NOS که این ابزارها مثل همین چکلیست، یک سری چکلیست ها هستن که میاد مقالات اولیه رو ارزیابی میکنه. اون مقالات که وارد یک متاآنالیز شدن. الان مثلا من دارم متاآنالیزی انجام میدم که همین اثر ویتامین ای روی آنزیم های کبدی هست. 10 تا مقاله وارد کارم شده، نهایتاً میام دونه بدون اون 10 تا مقاله رو با این ابزار ارزیابی کیفیت میکنم. البته NOS برای این موضوع خوب نیست، برای این موضوع باید از ابزار راب استفاده بشه. اینا رو بعدا میگم، همه رو به تفصیل توضیح میدم. از ابزار راب، ریسک آف بایس اسسمنت تول بهش میگن. این ابزار راب یک چکلیست هست. من میام با این چکلیست تمام اون 10 تا مطالعه رو دونه به دونه بر اساس آیتم هایی که چکلیست هست ارزیابی میکنم. میگم مقاله شماره 1 کیفیت پایین داشت بر اساس این چکلیست، مقاله شماره 2 کیفیت متوسط داشت، مقاله 3 کیفیت بالا داشت. بعد میام این مقالات در متاآنالیز یک جدول براش میکشم، مثل همون جدول ستاره‌ای که داشته، اون جدولایی که رنگی رنگی بود. میام میگم که آقا 10 تا مطالعه من 6 تاش کیفیت بالا داشتن، 3 تاش کیفیت متوسط داشتن، یکیشون کیفیت پایین داشتن. بعد میگه که خب تو الان میخوای متاآنالیزت رو انجام بدی، یه بار همه اینها رو داخل یک کاسه بریز، همه رو با هم دیگه آنالیز کن، یه بار بیا اونایی که کیفیت بالا دارن رو جدا آنالیز کن، اونایی که کیفیت متوسط و پایین دارن رو جدا آنالیز کن. اگر نتایج هر دوتا یه حرفی رو زد، خب فبه المراد. اگر ولی دیدی نتایج با هم دیگه فرق داشت، نتیجه رو باید، نتیجه نهاییت رو، کانکلوژنت رو باید بر اساس مطالعات با کیفیت بنویسی. این میشه همون اصلی که در واقع که قضاوت بر اساس کیفیت مطالعات بهش میگن. که الان در واقع اینجا هم پابلیکیشن بایاس رو در این مقاله ببینید به شکل کامل توضیح داده. ما 2 تا تست داریم برای ارزیابی پابلیکیشن بایاس، عرض کردم اینا رو بعدا میگیم. یکی بهش میگم بگز تست، اینجا میبینید، یکی هم بهش میگم ایگر تست که اگر اون مقاله متاآنالیز اعداد این ایگر و بگز رو هم گزارش کرده باشه، نشون میده که پابلیکیشن بایاس رو چک کرده، پس امتیاز این آیتم رو هم میگیره. سوال 11 چی هست؟ سوال 11 هم این هست آیا کانفلیکت آف اینترست وجود داشته یا نه. کانفلیکت آف اینترست رو هم گفتیم دیگه، همون بحث مربوط به این هست که اگر محققی برای انجام یک کار پولی گرفته از یک ارگان، اگر یک ارگان اون رو حمایت مالی کرده، یا باید اعلام کنه که آقا من مثلا توسط فلان سازمان، فلان شرکت دارویی، فلان بیمارستان، فلان شخص اصلا حمایت مالی شدن برای این کار انجام بشه، فلان دانشگاه حتی. البته در مورد دانشگاه ها خب این کانفلیکت آف اینترست نیست، چون دانشگاه ها خب کار تحقیقاتی انجام میدن، بیشتر منظور مؤسسات خصوصی و شرکت ها هست. اگر نداشته باشه هم باید
باز در مقاله گزارش کنه که مقاله من هیچ گونه کانفلیکت آف اینترستی نداشت. یعنی باید دیکلیر کنه که من هیچ نوع در مقاله خودم کانفلیکت آف اینترست نداشتم و در واقع این آیتم ها رو هم باید گزارش کنه. حالا من از شما دوستان یک درخواستی برای جلسه بعدی دارم و اون درخواست این هست که این مقاله‌ای هست که در سال 2020 چاپ شده. عنوانش رو هم حالا میتونن دوستان الان عکس بگیرن از روی اسلایدها و داشته باشن. میخوام برای جلسه بعد این متاآنالیز رو اثر ارتباط بین مصرف تخم مرغ و غلظت کلسترول هست، یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز آف رندومایز کنترل ترایال ها هست که در ژورنال نوتریانت هم چاپ شده، ژورنال معتبری هست. این مقاله رو لطفا، مقالهش هم اوپن اکسس هست، یعنی راحت میتونید دانلود کنید. مقاله رو دانلود کنید، چک لیست امستار رو هم در گوگل بزنید، امستار 1 چک لیستش رو براتون میاره. آیتماش رو هم که الان با هم دیگه مرور کردیم. برای جلسه بعد لطفاً این رو یک بار خودتون بر اساس اون آیتم هایی که امستار هست این مقاله رو ارزیابی کیفیت کنید. حالا ممکنه برخی از آیتماش براتون سنگین باشه، حالا هر آیتمی رو هم که تونستید، مثلا دیگه سرچ رو دیگه میتونید، اینکه پانل پلات داره فلان داره، اینا رو یک چک کنید به عنوان یک تمرینی باشه که مطالبی هم که جلسه امروز گفتیم تا حدودی به قول معروف جا بیفته خدمتتون. انشالله ما جلسه بعدی حالا دوستانی که انجام داده باشن اسکورش رو ازشون میپرسیم که چه نمره‌ای دادن برای این متاآنالیز و چه ایراداتی هم داشت رو اینا رو از دوستان میپرسیم. فکر میکنم که برای جلسه امروز کافی هست. منم حقیقتا دیگه گلوم خشک شد دیگه، چون جلسه‌مون یه جوری هست که فقط هم من صحبت میکنم، یه مقدار بحث دیگه خسته کننده هم میشه. سلامت باشید و انشالله برای جلسه بعد ببینیم که بحثمون رو به چه شکلی جلو میبریم و اول دیگه به قول معروف عرض کردم چون ما یه مقدار داریم دیگه اساسی کار میکنیم، یه مقدار سرعت پیشرفتمون ممکنه کوتاه باشه، ولی خب تا این مطالب رو متوجه نشید، درست یاد نگیریم، حکایت همون افرادی میشه که متاآنالیز هایی رو انجام میدن که هیچ در واقع پیامد خاصی، هیچ آوتکام خاصی نداره و خوب یاد بگیریم که انشالله بتونیم کار خوبی رو هم انجام بدیم. انشالله در خدمت شما هستیم. دوستان اگر سوالی مطلبی دارن بفرمایند، اگر نه که دیگه بیشتر از این مصد اوقات دوستان نشیم و انشالله جلسه بعد در خدمت دوستان خواهیم بود. خسته نباشید، سلامت باشید. خب شبتون بخیر و انشالله که موفق و مؤید باشین. خدا نگهدارشون.